پس از یک ماه و 2 روز فوت مرموزانه صبح 16 نوامبر جسد عمرعلی 5 ماهه در یک طیاره همراه با مادرش زرینه یونوسووا به شهر دوشنبه رسید. زرینه گفت مقامات روسیه خواستند که هرچی زودتر از روسیه خارج شوم و برای تحقیق منصفانه قضیه مرگ پسرم پافشاری نکنم. و نموندن که ما بودک ما چو کده برای چی مرده ما خستن خیلی دپور کردن خستن روی کردن هیچ کسا بودک ما سوز بود شروع بود ای دست ما کشیدن گرفتن برای چی بودک ما را دست کشیدن گرفتن. برای گرفتن جسد عمرعلی 5 ماهه در فرودگاه بین المللی دوشنبه تعدادی از نزدیکان والدانش نیز جمع آمده بودند. آنها تصمیم داشتند جسد آن طفل معصوم را به زادگاه پدرش جماعت قلعه دشت ناحیه فیض‌آباد ببرند. اما انتظار تشخیص طبی دادگاهی جسد بودند. باید ما در این حال همینجا باید در پلیس اکسپرتیزا باشه نیست. یکی میگیره میکنه. خیلی باید این اکسپرتیزا میکنه کنه تا سونی گامون میکنه در روسیه نه در اینجا. همه جا. زرینه یونوسووا مادر عمرعلی شب 13 و 14 اکتبر سال جاری از سوی ماموران پلیس و خدمات فدرالی روسیه برای نقض قاعده‌های بودوباش بازداشت و به دادگاه برده شد. همان شب کودک 5 ماهش عمرعلی را از او جدا کردند و بعدا این طفل در بیمارستانی به نام تیمبالینا درگذشت. آنها مرا اعتراف نمی‌کردند. من هر مردخانه سنت پتربورگ را که امکان داشت زیارت کردم. در یگان مردخانه درباره عمرعلی معلومات نیافتم. مرگ عمرعلی نظروف سر و صداهای زیادی را در جامعه روسیه و هم تاجیکستان و بیرون از آن برپا کرد. بسیاری ها عملکرد پلیس سنت پتربورگ را برای جدا کردن کودک 5 ماهه از مادرش شدیداً انتقاد کرده، برخی هم آن را نه به احتیاطی بلکه جنایت نامیدند. پاول استاخوف امبودسمن یا وکالتدار حقوق کودک در نزد رئیس جمهوری روسیه از جریان تفتیش قضیه عمرعلی نظروف ناراضگی کرده و طلب نموده است که تفتیشات از سری نو گذرانیده شود. Вот составлен акт о подкинутом и заблудившемся ребенке, в котором указано его имя, фамилия, отчество и, мало того, указано, что представлено свидетельство о рождении. Вот скажите мне, пожалуйста, это подкинутый или заблудившийся ребенок? Вот с этого, мне кажется, надо начинать, к этому надо вернуться. مقامات روسیه بعد از 16 روز مرگ عمرعلی روز 7 نوامبر نتیجه‌های درگذشت او را اعلام کرده و گفتند که او از بیماری سرماخوردگی درگذشته است. مقامات تاجیکستان نیز میگویند که قضیه مرگ عمرعلی را پیگیری دارند و دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه نیز 3 هفته پیش در جریان سفرش به دوشنبه به رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان وعده داده بود که این قضیه تحت نظارت اوست و منصفانه بررسی خواهد شد.